سلام، روزتون بخیر باشه. امروز سه‌شنبه است. قرار نبود که تعطیل باشه ولی خب تعطیل شد. اگر یه روز کاری بود تا الان قطعا 1500 تا کار کرده بودم، ولی چون امروز تعطیل بود دیشب خیلی دیر خوابیدم. داشتیم دنبال خونه میگشتیم تو دیوار، متاسفانه پیدا نشد جایی که حالا امروز بخوایم قرار بازدید بذاریم یا هرچی. یه اسباب کشی یهویی متاسفانه برای ما پیش اومده که حالا خونم پیدا نمیشه دیگه. هر دفعه یادش میافتم واقعا خونه تقریبا مرتبه، کاری ندارم. الان ساعت 2 ظهره، نهار دارم از دیشب شام زیاد پختم، به خاطر همین حالا تصمیم گرفتم که برم یه سری کارهای عقب افتاده کاریمو انجام بدم. یکی از این کارهای عقب افتاده ثبت هزینه هاست که خب حجم زیادی از کاغذ رو باید بریزم دورم و اینا رو ثبت بکنم، به خاطر اینکه حالا من توی اتاق میز کار دارم. این میز کار همسرمه، میز کار من نیست. معمولا روی این میز ناهارخوری این پشت این کار رو انجام میدم که قشنگ بتونم همه رو پخش و پلا کنم و کارم رو انجام بدم. کار خیلی طولانی نیستش، به خاطر همین حالا میخوام برم بیارم دیگه دفتر دستکمو. دیگه جونم براتون بگه که شبم مهمونی دعوتیم خونه مادر شوهرم، اینا احتمالا با هم دیگه آماده بشیم و بریم و اینا. خلاصه که بریم ببینیم امروز چطوری میگذره دیگه. اینها رو ماه به ماه جدا میکنم. مجبورم از هزینه همین رسید و فاکتورایی که کلا داریم. هر ماهو به 4 هفته تقسیم میکنم، به تاریخ مرتب میشه و بعد ثبت میشه توی اسناد شرکت. چون شرکت خودمونه، من یه دست خودم دیگه مثلا این جور چیزا رو تو خونه ثبت میکنم. تو شرکت کارهای مهمتری دارم که حالا ایشالا تو قسمت بعدی با هم یه در مورد شرکت هم بحث میکنیم. میخوام از دی شروع کنم. دی و بهمن و اسفند ثبتشون مونده. ثبتشون که بکنم باید توی سایت مالیات 169 رد بکنم که بهش میگن صورت معاملات فصلی. چون همونطور که میدونید من حساب دارم، میتونم بگم 3 ساله درست حسابی. برم صندلی رو بیارم، بریم دکمه رو بزنیم و که میدونید من و همسرم با هم میریم کلاس زبان. یه ترم دیگه از کلاسمون مونده، از این کلاس زبان‌های فشرده بود. باید کل تکتیکس رو حل بکنیم تا بتونیم بریم ترم آخر و کلا 2 جلسه وقت داریم تا آخر ترم. اگه اشتباه نکنم 16-17 تا یونیت از این کتاب تکتیکس مونده. به عنوان یه زنگ تفریح وسط کار واقعا زنگ تفریح خوبیه. بعد اینم بگم که امیر اصلا زبانو دوست نداشت، ولی بعد اینکه این کلاس رو شرکت کردیم اون الان از من اشتیاقش بیشتره. واقعا کلاس خیلی خوبی بود. اسم کلاسمون کلاس ICC. اگه دوست داشته باشین شما میتونید شرکت بکنین. اومدم استراحت کنم، یه بستنی میخورم. چشم افتاد به این پیانویی که درستش کردم. پیانوی دیروز تکمیل شد. اگه دقت کرده بودین تو پست قبلی، ای بابا چرا بستنی شده؟ اگه دقت کرده باشین دیروزم این توی ویدیو بودش روی پیانو، ولی این گلای خوشگلشو نداشت. اینو تکمیل کردم. این یه لگوی 2100 تیکه است فکر کنم یا 2080 تیکه است. اینم دفترچه راهنماشه که عاشق اینجور بازیام. اینا یه مدل هنردرمانیه، بهتون کمک میکنه که افکارتون نظم بگیره. بهتون توصیه میکنم اگه مثل من شما درگیرین یا فکرتون خیلی شلوغه، نمیتونید همه چیزو برای خودتون مرتب سازی بکنید، حتما این روش رو امتحان بکنید. خیلی خفنه. حالا من واقعا دوست دارم که اگر بشه، دلم خواستش، دوست دارم که اگه بشه تو خونه بعدی حتما مثلا یه کلکسیون از اینا داشته باشم. ولی خب حالا لگو رو که به خودم قول نمیدم چون یه ذره وقت میگیره، ولی این اسکرچ بوردام خیلی خفنه.
اگه که نشون داده بشه. اینا رو 8 تا دارم ازش، 4 تا آچار، 4 تا هم آسه. دوست دارم که درست کنم، حالا قابشون کنم پاسپورتی، بعد بزنم پشت این دیواری که میز کار همسرم هست. قرار بود اینجا رو خوشگل کنم که حالا توجه به اینکه بعد از این خونه بریم قطعا دیگه به این خونه نمیرسه. امیدوارم که خونه بعدیمون خیلی خونه خوشگل تری باشه که بتونم این کارا رو انجام بدم دیگه. بای همین دیگه. حالا بهتون از نزدیک یه دونه فیلم ازش میگیرم، بهتون نشونش میدم. خب من آماده شدم، داریم با هم دیگه میریم بیرون. یه لباس راحت پوشیدم، میخوام بریم اگر بشه بریم اون فروشگاه مورد علاقم یکم خرید کنم. احتمالا ولایمون تا فردا طول بکشه، چون اگه خرید کنم فردا میتونم بهتون نشون بدم.